حين ولدت. با شما خوبان درباره هدایت و صفات مهتدین در قرآن سخن گفتیم. من دوست دارم که در ابتدای این برنامه چند آیه‌ای رو هم در این باب دوباره ادامه بدیم، متبرک بکنیم برنامه خودمون رو با آیات کلام الله مجید در این باب. اگر به خاطر داشته باشید درس کردیم خدمتتون که دعایی که همیشه ما در نماز تکرار میکنیم، طلب هدایت و طلب راه راست یا همون تعبیر قرآنی راه مستقیم، صراط المستقیم از الله تعالی است که در هر رکعت از نماز تکرار میشه و روزانه چندین بار ما این دعا رو میخونیم. بعد ابتدای عمر وقتی که شروع میکنیم به نماز خوندن تو آخرین لحظات عمرمون هم همیشه این دعا رو بر لب داریم. از صفات مهتدین گفتیم و گفتیم که در آیات مختلف قرآن کریم یکی از صفاتی رو که الله تعالی برای مهتدین ذکر میکنه اینه که اونها وقتی که سخنهای خوب و زیبا رو میشنون، سخنها رو میشنون در کل و بهترین ها رو انتخاب میکنن. یعنی این عده وقتی که کلام خوبی به اونها گفته میشه و کلامی که به هر حال مبنی بر دلایل نقلی و عقلی هست، این شخص عناد نمیکنه و میپذیره. این شخص صفتی داره که الله تعالی به اون هدیه داده و اون انشراح صدر، سینه گشاده داره و یک احساس درونی عظیم داره و این احساس به اون کمک میکنه در پذیرفتن کلام حق، چون خودش به دنبال حق هست و تلاش میکنه برای دست یافتن به حق، در مقابل حق عناد نداره. از پذیرفتن حق به بهانه مخالفت حق با آنچه که آبا و اجداد و آنچه که به ارث برده از اعتقادات، از باورها، از آنچه که به آداب و رسوم برمیگرده، از پذیرفتن حق در تعارض با اینها هیچ ابایی نداره و هیچ وقت این رو بهانه نمیکنه که ما تا به حال همچین چیزهایی رو نشنیدیم، خبر نداریم، ندیدیم، آبا و اجداد ما این گونه بودن و ما هم بر راه اونها پیش میریم. این آدم، انسانی که به هدایت رسیده، این انسان سعی میکنه که آنچه رو که او رو از هدایت دور میکنه پرهیز میکنه از هر آن چیزی که او رو از جاده مستقیم، از راه راست به در بکنه و مهمترین چیزی که او رو از این راه به در خواهد کرد مسئله شرک. همون گونه که در آیه 82 سوره مبارکه انعام اشاره کردیم که الله تعالی فرمود الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود رو با ظلم نیالودند، که مراد از ظلم با توجه به آیه 13 سوره مبارکه لقمان ان الشرک لظلم عظیم، شرک بزرگترین ظلم است، ظلمی بسیار بزرگ است. در آیه 82 سوره مبارکه انعام هم مراد از کلمه ظلم، همونجوری که رسول صلی الله علیه و سلم این گونه استدلال فرمودن، مراد شرک هست. کسانی که ایمان آوردند و ایمان خودشون رو با شرک نیالودند، اونها به آرامش و امنیت رسیدن و اولئک هم المهتدون، و آنانند کسانی که به هدایت رسیدن و هدایت شدن. انسانی که به دنبال هدایت هست، به دنبال آرامش هست، از شرک پرهیز میکنه و از هر آن چیزی که شایبه شرک داره، چون عده‌ای هستن که مبتلان به شرک و احساس میکنن که آنها بر راه راست هستن، همان گونه که اشاره کردیم با آیه سوره مبارکه زخرف در این باب، و آنها فکر میکنن که دارن کار نیک میکنن و یحسبون انهم مهتدون، آنها احساس میکنن که به هدایت رسیدن. در موضوع اسباب استقامت در راه هدایت، در راه راست، در راه مستقیم، چند نکته در خلال آیات کلام الله مجید بیشتر جلب توجه میکنه که بسیار مهمن. یعنی اگر انسان بخواد در مسیر راه راست همچنان باقی بمونه، چه کار باید بکنه؟ ما اگر بخوایم تلاش بکنیم که در مسیر صراط مستقیمی که هر روز دعا میکنیم و از الله تعالی میخوایم باقی بمونیم، چگونه میتونیم خودمون رو ضمانت بکنیم و بیمه بکنیم که با
عمل کردن به این موارد مثلا ما میتونیم که حداقل این گمان رو داشته باشیم، گمان نیک رو نسبت به خودمون، و این دل واپسی رو از بین ببریم که نکنه از راه به در شده باشه. نکته‌ای که بسیار مهم است، همون گونه که در سوره مبارکه اعراف در آخر آیه الله تعالی میفرماید که وقتی که در ابتدای آیه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو معرفی میکنه و برخی از صفات ایشون رو مطرح میفرماید و اشاره میکنه که در تورات و انجیل هم به ایشون بشارت داده شده بود، در پایان میفرماید و تبعوه لعلکم تهتدون، از ایشون اطاعت کنید تا به هدایت برسید. هدایت، ما در مسیری که رسول صلی الله علیه و سلم رفتن باید گام برداریم و این مسیر رو ادامه بدیم و هر وقت تا وقتی که ما در مسیری گام برمی‌داریم که اون مسیر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، اون مسیر راهبری است که رهبریت این امت رو به عهده گرفته، اون موقع ما میتونیم این احساس رو داشته باشیم و این خوشحالی رو و این اطمینان رو که ما در راه راست داریم پیش میریم، چون پیشوای ما هدایت شده و ما رو هم به هدایت خواهد رسون. کسی که خودش به هدایت رسیده میتونه ما رو پشت سر خودش به هدایت برسونه. در این مسیر از همنشینی با غیر صالحین باید پرهیز میکنه. یکی از اسبابی که کمک میکنه انسان در راه راست مستقیم باقی بمونه همنشینی با صالحین هست، همنشینی با نیکوکاران، همنشینی با کسانی که هم مقامشون همین راه مستقیم است. در سوره مبارکه فرقان الله متعال در این باب میفرماید که یک عده‌ای در روز قیامت انگشتان خودشون رو به دهان میگیرن و انگشت حسرت به تعبیر دقیق تر به دهن میگیرن و حسرت ها میخورن. اجازه بدید خود تعبیرات قرآنی رو ما ببینیم که چه میفرماید. در سوره مبارکه فرقان الله متعال وقتی که ذکر میکنه از اون حالت سخت قیامت و اون وضعیت، آیات قابل تأمل است، آیاتی که واقعا جای تأمل داره که من شما دقت بکنیم در این آیات. در آیه 22 الله تعالی میفرماید که یوم یرون الملائکة لا بشرى یومئذ للمجرمین و یقولون حجرا محجورا. آن روزی که میبینند فرشتگان را، ملائکه را، لا بشرى یومئذ، نیست بشارتی آن روز، للمجرمین، برای گناهکاران، و یقولون حجرا محجورا، و میگویند به مجرمین فرشتگان حجرا محجورا، برای شما ممنوع شده، حرام شده، یعنی شما محجور شدید، برید، هیچ راهی برای شما نیست، هیچ راه ورودی به بهشت ندارید. و قدمنا الی ما عملوا من عمل، بعد الله تعالی میفهمد که ما به سوی آنچه که انجام دادن میاییم، میپردازیم، قدم میگذاریم. فجعلناه هباء منثورا، پس قرار میدیم آن چیزی که اینها انجام دادن، هبا منثور، غباری پراکنده، آن چیزی که اینها انجام دادن. و قدمنا الی ما عملوا، اینها عمل کردند، اینو دقت کنید روی این تعبیر عزیزان، عملوا من عمل، اینا این کسانی نبودن که عمل نکرده باشن، عمل هم داشتن، عملوا من عمل، عمل کردن از اعمالی. فجعلناه، اما اون عمل اینها هباء منثورا شد. ما در فارسی هم این تعبیر استفاده میکنیم، حتی میگیم هباء منثورا شد، یعنی برباد رفت، مثل غباری که بلند میشه، بادی وقتی بیاد میزنه اینو میبره، به هیچ دردی نمیخوره این غبار، خاکی نیست که بشه از این خاک استفاده کرد، در این چیزی کاشت و از این چیزی برداشت کنیم. یک غباره که میاد فقط مشکل ساز میشه، غبار یک مشکل سازیه، فقط یک مصیبت، طوفان غبار وقتی که بیاد، این غبار بیشتر فقط جلوی راه انسان رو میگیره، بیشتر انسان راه رو گم میکنه با این غبار.
این شبیه همون آیه 103 سوره مبارکه کهف است که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا شما را آگاه نکنم ای پیامبر من به اونها بگو به زیان بارترین کارها الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی که تلاش بیهوده کردند در زندگی دنیا، با هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که آنها گمان میکردند که کار نیک انجام میدهند. کار میکردند، عبادت هم میکردند، به خیال خودشون، به زعم خود عبادت میکردند. این اعمالی است در پایان به نتیجه میرسیم که این اعمال چه صفتی دارند، چرا این اعمال قابل قبول نیست، چرا این اعمالی که انجام شد هباء منثورا شد. از زبون خود همین افراد الله تعالی در روز قیامت بعداً در آیه 28 میرسیم بهش، در آیه 28 و 29 از خود همین افراد الله تعالی از زبان همین ها میگه که مشکل کجا بود، چرا این عمل باطل شد، چرا این عمل اونا رو سودی نرسون. در ادامه میخوانیم که اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، صاحبان بهشت آن روز خیر مستقرا، خیلی بهتره، مستقر اونها، محل استقرار اونها، جایگاهشون، منزلگاهشون، استراحتگاهشون. بهشتیان اون روز جای خیلی خوبی دارن. و احسن و مقیلا، خود اونها هم کلامشون بهتره، خود اونها هم جایگاهشون بهتره. و یوم تشقق السماء بالغمام، آن روزی که شق بشه آسمان با ابرها. الله تعالی بهتر خبر داره که مراد از این ابرها چه گازهایی است و چه انفجاراتی صورت میگیره که آسمان از هم خواهد پاشید. و نزل الملائکه تنزیلا، و نازل میشوند فرشتگان یکی پس از دیگری، نازل شدنی آنچنانی. الملک یومئذ الحق للرحمن، پادشاهی آن روز، پادشاهی حقیقی آن روز از آن رحمان است. الله جل جلاله پادشاه حقیقی آن روز، هیچ پادشاه دیگه ای نیست. و کان یوما علی الکافرین عسیرا، کان برای ماضی به کار میره، اما وقتی که برای تعبیر آینده کان استفاده میشه، ضمیر یا فعلی که برای ماضی یا گذشته استفاده میشه در قرآن برای آینده الله تعالی استفاده میکنه، به این معناست که انقدر یقینی هست وقوع این اتفاق که انگار اتفاق افتاده و واقع شده، این اصلا انگار که در گذشته بوده. و کان یوما، و خواهد بود آن روز، علی الکافرین، بر کافران، عسیرا، بسیار سخت. و آن روز، و یوم، و آن روزی که یعض الظالم علی یدیه، اون روزی که گاز میگیرد ظالم بر دستان خودش، دست حسرت خودش رو میگزد ظالم دست حسرت خودش. یقول، میگوید، اصل مسئله اینجاست الان، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وای بر من، ای وای بر من، ای کاش اتخذت، انتخاب میکردم، برمیگزیدم، مع الرسول سبیلا، به همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم، به همراه رسول الله راهی رو. این همون راه هدایت، این سبیلا همون راه مستقیمه، همون راه هدایت. این راه کدوم راهه؟ راه رسوله، راهی که در اون معیت رسول هست، سبیلی که در اون رسول باشه، پیشواش رسول باشه. این ظالمین کیان؟ این ظالمین همین ظالمینی که در آیات گذشته از اینا ذکر میشه، همینی که در آیه 22 این بالا الله تعالی فرمود که لا بشرا یومئذ للمجرمین، هیچ بشارتی بر آنها نخواهد بود. همونایی که در آیه بعدی فرمود که اینها عمل اونها هباء منثورا میشه، اینها
همینها اینا چه مصیبتی داشتن؟ اینا عمل میکردن دیگه. عملشون چه عملی بود؟ عملشون مع رسول نبود. خودشون اعتراف کردن کاش ما راهی رو انتخاب میکردیم که در اون راه رسول رو رهبر خودمون قرار میدادیم، پیرو پیامبر میبودیم. کاش ما در راهی میرفتیم که سنت پیامبرمون بود. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ای کاش ما پیرو پیامبر میبودیم. این اعمالی که اینها انجام دادن که در آیه 23 الله تعالی فرمود در این آیه که این اعمال اینها برباد رفت، دلیل بربادی اینها هباء منثورا شدن اعمالشون این بود که این اعمال بر منهج پیامبر نبود. خلاصه کلام، اون اعمال بر طریقه و سنت رسول صلی الله علیه و سلم نبود، بر اون راهی که رسول در اون راه معیت رسول رو داشتن با اون راه نبود. به همین خاطر حسرت میخورن کاش ما اون اعمالی رو که انجام میدادیم بر طریقه سنت پیامبر خدا می بود. کاش اون اعمالی رو که انجام دادیم، اون عبادت هایی که هباء منثورا شد، اون زحمت هایی رو که کشیدیم از بین رفت، کاش اونها بر شیوه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم می بود. یا ویلتا. ادامه داره این حسرت همچنان. ای وای بر ما، ای وای بر من. لیتنی، کاش من ضرر کرده، منی که عمل کردم، منی که زحمت کشیدم، منی که کار کردم، منی که تلاش کردم، اما این راهی که می رفتم من رو به ترکستان رسوند نه به مکه. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش لم اتخذ، انتخاب نمی کردم، فلانی رو، خلیلا، دوست صمیمی خودم. خلیل اون کسی که محبتش در خلال قلب انسان وارد میشه. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش من ضرر کرده امروز فلانی رو دوست خودم انتخاب نمی کردم، اختیار زندگی خودم رو به فلانی نمی دادم. کاش اختیار دین و باور و اعتقاد خودم رو به فلانی نمی دادم. کاش فلانی رو انقدر بهش اعتماد نمی کردم. کاش فلانی نبود که من رو از راه گمراه کرد، در به در کرد من. این فلانی صفتش اینجا ذکر میشه. چه کسانی رو نباید همنشین خودمون کنیم اگر میخوایم در راه راست بمونیم، اگر میخوایم که ما این ویلتا و این یا لیتنی و یا ویلتا و ویلتا سر ندیم روز قیامت. چه دوستی داشته باشیم که این دوست ما رو از راه رسول و از معیت رسول خارج نکنه. چه دوستی باشه این دوست که اون دوست سبب نشه که ما اعمال ما هباء منثورا بشه. این دوست چه دوستی بوده؟ در آیه بعدی الله تعالی ذکر میکنه که این دوست کدوم دوستا بودن، این چه افرادی بودن. این شخص خودش داره اعتراف میکنه، این انسان زیان دیده، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش فلانی رو به عنوان دوست انتخاب نمیکردم. این کیه این فلانی؟ همون کسی که لقد، به درستی که اضلنی، از ضلالت گرفته شده این کلمه، من رو گمراه کرد، راه رو از من گم کرد، من رو در راه راست، در راه هدایت به گمراهی کشون، از راه بدر کرد. کی؟ لقد اضلنی، منو از راه بدر کرد، گمراه کرد منو. عن الذکر، این صفت خیلی مهمه. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اون منو از ذکر دور کرد. ذکر چیه؟ قرآنه. ذکر قرآنه. چرا؟ در آیه بعدی تفسیر ذکر رو خود از زبان پیامبر ذکر میکنه الله متعال. این انسان منو از قرآن دور کرد بعد از این که اومد قرآن پیش من، بعد از این که من قرآن رو شناختم، بعد از این که آیات قرآن به من گفته شد، بعد از این که میدونستم قرآن اصل دینه، بعد از این که میدونستم راه راست فقط در قرآنه، بعد از این که میدونستم که همه چی در قرآنه، اما این انسان نمیگذاشت من برم سراغ قرآن. میگفت تو قرآن رو نمیفهمی، تو قرآن رو حالیت نمیشه، قرآن 10 تا معنای باطنی داره و نمیدونم قرآن رو فلانی قرآن میخونه گوش نکنید، اینها قرآنی که اینا ترجمه میکنن فرق میکنه با قرآن شما، قرآنی که اینها ترجمه میکنن برای شما این وهابیون و این فلان شده ها، اینها نمیفهمن، اینها به نفع خودشون دارن تفسیر میکنن.
در حالی که قرآن اینقدر واضح و آشکاره. ولقد یسرنا القرآن للذکر. الله تعالی در سوره قمر بارها و بارها تکرار میکنه این تعبیر رو که ما قرآن رو آسان کردیم برای فهم. فهل من مدکر؟ آیا پندپذیری هست؟ ببینید این آیات چقدر واضحه، یعنی اصلا خیلی صریحه این آیات، خیلی صریحه، فهمش هم خیلی آسانه، سختی نداره فهم اینها، معناهای باطنی هم نداره که اینجا معنای دیگری داشته باشه، نه خیلی واضح و آشکار داره پیش میره آیات، سیاق و سباق آیات. از زبان یک زیان دیده در روز قیامت، از زبان کسی که پشیمان از گذشته خودش اما سودی هم نمیکنه پشیمانش، از زبان اون کسی که هباء منثورا شده، عمل میکرده هباء منثورا شده، از زبان اون زیان دیده‌ای که یک عمری دوستانی همنشینانی گمراهش کردن، نگذاشتن بره سراغ قرآن، بهش قرآن خوندن یاد ندادن، اون رو هیچ وقت به سمت قرآن تشویقش نکردن، دعا بهش دادن و کتاب‌های دعا بهش دادن و کتاب‌های خرافات و بدعات بهش دادن و بخون و گریه بکن و تو سر و مغز خودت بزن و فقط بنده ما باش. هرچی ما گفتیم لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اینا من از قرآن دور کردن، اینا منو نگذاشتن به قرآن مراجعه بکنم، چون میدونستن که اگه این به سراغ قرآن بره رهیاب میشه، راه خودش رو پیدا میکنه. در ابتدای این کتاب فرمود الله متعال الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتاب هیچ شکی درش نیست که هدایتگری است برای متقیان، اون کسانی که تقوا پیشه بکنن، اون کسانی که عمل کنن به این کتاب، اونها هدایت میشن. اما این کسانی که نمیخوان مردم هدایت بشن، این دوستان ناباب، این کسانی که خیلی وقتا ما اونها رو خیلی هم دوست داریم، اونها احترام هم میگذاریم، هر کسی که، هر شخصی که انسان رو از قرآن منع کرد، آیه از قرآن به او خوانده شد، در مقابل آیه قرآن واکنش نشان داد، توجیه و تعویلش کرد، نه این منظور اینطوری بوده و نه این منظور اونطوری بوده و نه حضرت علامه فلانی اینجوری فرموده و بزرگ فلانی اینجوری فرموده و فلانی اینجوری فرموده، و این مصداق بارز همین دوستان نابابی است که انسان رو به بلایی میکشونن که روز قیامت دیگه سودی هم بر انسان نداره، حسرت خوردن و دست گزیدن و واویلا کردن. هر کسی که نمیگذاره که انسان به قرآن نزدیک بشه، این انسان الله تعالی در ادامه میفرماید این انسان یک شیطانه. برگردیم لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، منو گمراه کرد از قرآن، از ذکر، از یادآوری، از پند دهنده، اون چیزی که انسانو بیدار میکنه، قرآن، بعد از این که اومد پیش من قرآن. و کان الشیطان للانسان خذولا. ببینید در ادامه همین لم اتخذ فلانا خلیلا، این دوست، همون دوستی که انسان را از قرآن منع کرد، الله تعالی میفهمد این یک شیطانه. و کان الشیطان للانسان خذولا، و شیطان این گونه بوده که همیشه شیطان برای انسان یک هدف بیشتر نداره، اونم که انسان رو به خاری بکشونه، خارش کنه، به خذلان بکشونه اون رو. شیطان کیه؟ کسی که انسان رو از قرآن باز می‌داره، این شیطانه. بعضی وقتا انسان این دوست صمیمیش، همین فلانن خلیلا، اون دوستی که خلیل گفتیم دوست بسیار صمیمی، بعضی وقتا دوست بسیار صمیمی انسان شیطانی است که هدفش فقط تباه کردن انسانه. و میدونیم که شیطان وقتی صحبت از شیطان میشه در سوره مبارکه انعام الله متعال میفهمد در آیه 112 و كذلك جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ما قرار دادیم برای هر پیامبری شیطان‌های از انسان‌ها و جنیات. و جالبه که در اون تعبیر الله متعال شیطان‌های انسانی رو اول ذکر میکنه قبل از شیطان‌های جنی. میدونیم که جنس شیطان از جنه، یعنی شیطان خودش از جنه، کان من الجن ففسق عن امر ربه. الله تعالی فرموده که از جنیات بود که عصیان کرد. اما شیطان‌های انسانی هم ما داریم. هر انسانی که انسان دیگری رو از دست یافتن
از ارتباط پیدا کردن، از تعلق خاطر پیدا کردن با قرآن کریم من میکنه به نص صریح این آیه شیطانی است. شیطان که شد دیگه، شیطان یعنی پست‌ترین موجودی که میشه تصورش کرد. شیطان یعنی بدترین دشمن الله تعالی. شیطان یعنی اوج کفر، شرک، نفاق و فسق و فجور. شیطان ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست، مواظب باشید که اون رو دشمن بگیرید. یعنی انسان باید از این فرار کنه، اصلا باید بگریزه از این انسان. هر کسی که نمیذاره انسان به قرآن نزدیک بشه. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. و قال الرسول. خلاصه کل موضوع، تمام آنچه که در آیات گذشته گذشت، تمام مصیبت‌هایی که بر سر گناهکاران و پشیمانان از زندگی دنیا آمد رو الله تعالی از زبان پیامبرش صلی الله علیه و سلم در روز قیامت خلاصه میکنه که پیامبر آن روز خواهد فرمود و قال الرسول، و رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهد گفت یا ربی، ای پروردگار من، ان قومی، همانا قوم من. ببینید، ان قومی، قوم من. این قومی که الان رسول صلی الله علیه و سلم از اونا سخن میگه، اینها یک نسبتی دارن با رسول که رسول میفرماید ان قومی، قوم من. اینها بی نسبت نیستن با پیامبر، اینا نسبت دارن، خودشون رو نسبت داره پیامبر میدونن. اما چرا گله‌مند پیامبر از اینها؟ و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این قوم من، ای الله من، ای پروردگار من، ای معبود من، ای رب من، این قوم من برگرفتن، قرار دادن این قرآن رو. این قرآن همین ذکری که در آیه قبلی ذکر شد، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اینها قرآن رو مهجورش کردن، ترکش کردن، رها کردن. رسول صلی الله علیه وسلم گله میکنه از هر کسی که قرآن رو ترک کرده، از هر کسی که پیرو شیاطینی شده که نگذاشتن به قرآن برسه، از هر کسی که دوستانی انتخاب کرده که اون دوستان او رو از قرآن و ذکر الله تعالی که همون قرآنش هست باز داشتن. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قوم من قرآن رو ترکش کردن. قرآن بهترین همنشینه برای انسان و کسانی که با قرآن در ارتباطن، اونها بهترین همنشینن برای انسان و بهترین کمک رو به انسان میکنن در مسیر دست یافتن به هدایت. و هر کسی که انسان رو از قرآن باز داشت، از مطالعه قرآن باز داشت، شیطانی است که در سر راه انسان قرار گرفته که این انسان رو تباه بکنه، این انسان رو در به در بکنه، اعمال اون رو برباد بده. و همنشینی با همچین افرادی، هر کسی که شما در محفلش نشستید، اون کسانی که نسبت دار دینن، اون کسانی که به هر حال انسان اعتقاد و باور و دین خودش رو به اونها می سپاره، در محفل اونها نشستید و از قرآن اثری ندیدید، از تلاوت‌های قرآن اثری ندیدید، از استدلال به آیات قرآنی اثری ندیدید، از تفسیر و ترجمه آیات کلام الله مجید اثری ندیدید، از تلاوت قرآن مجید در این محفل‌ها اثری ندیدید، از علم به قرآن کریم در اون شخص اثری ندیدید، حتی روخانی قرآن رو بلد نیست این شخص که ادعای پیروی از دین میکنه، ادعای رهبری میکنه، ادعای رهیافتگی میکنه، روخانی قرآن به والله بلد نیستن. خیلیاشون لفظ قرآن رو بلد نیستن بخونن. 2-3 تا مدرک دکترا و علامه و آیت الله و حجت الله و حجت الاسلام و بلد نیستن. در هر گروهی هستن. طرف میاد ادعا میکنه که پیر 4 طریقت و 6 طریقت و 12 طریقت و کم مونده که بال در بیاره پرواز بکنه بره با آسمان. قرآن خوندن بلد نیست. در محفلشون میشینین 2 ساعت صحبت میکنه،
از این کتاب شعر میپره به اون کتاب شعر، از اون کتاب شعر میپره به این کتاب شعر، از این شعر میپره به اون شعر. این ولی اینطور گفت، اون علی اینطور گفت، این نقی اینطور گفت، اون بزرگ اینطور گفت. یک آیه قرآن کریم در صحبتش شما نمیشنوید. ادعا هم میکنه که انسان رو به تزکیه و اصلاح میرسونه، ادعا هم میکنه که انسان رو به الله میرسونه، ادعا هم میکنه که راه مستقیم رو به انسان نشون میده، اما هیچ اثری از قرآن کریم، از ترجمه قرآن کریم، از تلاوت قرآن کریم، از استدلال به قرآن کریم، از فهم معانی قرآن کریم، از روحانی قرآن کریم، از تلاوت قرآن کریم نه در این شخص میبینید نه در مجلسش میبینید. شما رو به خدا قسم، در بسیار از این محافلی که ما نشستیم 2 ساعت 3 ساعت عمری میگذره چند تا آیه قرآن یاد گرفتیم. چرا در جامعه ما قرآن خوندن مردم مدرک دکترا میگیره، دکتر قرآن خوندن بلد نیست؟ مسلمان هم هست، مسلمان زاده هم هست، اما نسبت به این کتاب انقدر غافله که به این کتاب اصلا اهمیت نمیده. فقط این کتاب شده براش یک کتاب مقدس که این رو بگیره، ببوسه، رو قلبش بگذاره، هر وقت عروسی کرد بگذاره جلوش که اونجا جن نیاد شب عروسی تو خونهشون. هر وقت وارد یک خونه شد اول قرآن ببرید که جن و پری فرار کنن از خونه. هر وقت کسی میرفت سفر یاد قرآن میافتن که بیان این از زیر قرآن ردش کنن. فقط همین. هر وقت هم افتاد زمین 100 تا استغفار و سبحان الله و دوباره بردار بذارش با احترام ببوسش، بذاری گوشه اتاق. خلاص یک چیز مقدس اینجا هست، فقط گهگداری میایم میبوسیمش. خلاص همین. اگه غیر از اینو بگید شما دارید اشتباه میکنید. در اکثر خانواده های ما، در اکثر خانواده ما اگر این نیست بگید نیست. چرا جوانای ما قرآن خوندن بلد نیستن؟ چرا جوانای ما به قرآن اهمیت نمیدن؟ چرا تمام فرمول‌ها و معادلات فیزیک و شیمی و ریاضی و این و اون و این و اون و 10 تا زبان غریبه و عجیب و غریب رو بلد هستن، 10 تا کتاب دعای عجیب و غریب و حفظ هستن، صدها داستان خرافاتی و خود ساخته رو بلد هستن، اما کتاب الله تعالی رو حاضر نیستن بخونن؟ یک حرکتی این پشت داره من میکنه ما رو، یک حرکتی نمیگذاره که ما به این کتاب نزدیک بشیم. عده‌ای از این میترسن که ما به این کتاب اگر نزدیک شدیم بازارشون کساد میشه. همون عده‌ای که اگر، همون شیاطینی که اگر از اونا ما دوری نجستیم، این آیات 22 به بعد سوره مبارکه فرقان وصف حال ماست. و یوم یعض الظالم علی یدیه، بعد گاز بگیریم دستمون اون روز بگیم یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا لقد اضلنی عن الذکر. درباره اون فلانا خلیلا بعد این گونه بگیم لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. باید بشنویم این خطاب را از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این قرآن ما مهجور کردیم یا نکردیم؟ الان همین الان داره صدق میکنه این گفته رسول صلی الله علیه و سلم. ما این قرآن رو ترک کردیم و تا برنگردیم به این قرآن هرگز هدایت نمیشیم، هرگز اصلاح نمیشیم، هرگز به دین حقیقی و راستین نمیرسیم. قرآن مهمترین ویژگی یک انسان مهتدی است. ارتباط با قرآن، تعلق با قرآن، زندگی با قرآن، زندگی قرآنی. مهمترین صفت برای شناخت یک انسانی که به هدایت رسیده مقدار ارتباطش با قرآن کریم، مهمترین صفتش و مهمترین وسیله استقامت و ثبات در راه راست و هدایت قرآن کریم. هر چقدر ما ارتباطمون و تعلقمون با قرآن کریم بیشتر بشه، فهم و درکمون نسبت به کلام الله تعالی بالاتر بره، همینقدر ما با خودش بیشتر ارتباط پیدا میکنیم. هیچ چیزی به اندازه قرآن ما رو به الله تعالی وصل نمیکنه. هیچ چیزی. مستقیم کلام خودش. هر کسی میخواد با الله تعالی صحبت بکنه، در نماز شروع بکنه قرآن بخونه.
وقتی قرآن میخونه گویی که الله داره باش صحبت میکنه، وقتی نماز میخونه انگار خودش داره با الله تعالی صحبت میکنه. قرآن هم نشینی با صالحین، پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که همون نمونه عملی قرآنه. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. و ای پیامبر ما با بر شما این کتاب رو، و انزلنا الیک الذکر، ما این ذکر رو همینجا در آیه 28 هم این موضوع رو داشتیم، کلمه ذکر برای قرآن استفاده شده بود. ما ای پیامبر ما این ذکر رو، این قرآن رو برای شما نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، تا برای اونها شرح بدی آنچه را که برای اونها نازل شده. قرآن علم رسول صلی الله علیه و سلم بود و رسول صلی الله علیه و سلم عمل قرآن، نمونه عملی قرآن. به تعبیر بانوی دانشمند اسلام، معلم دوم امت، مادرم عایشه رضی الله عنها فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در یک تعبیر خلاصه کرد. فرمود کان خلقه القرآن. ایشون تمام زندگیش عمل به قرآن بود، یک نمونه عملی رو قرآن، نمونه متحرک، قرآن متحرک. و هر چقدر انسان با قرآن ارتباط داشت همونقدر ارزش داره و هر چقدر از قرآن دور شد همونقدر از راه راست و از راه هدایت دور میشه و از رحمت های الله متعال.